سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من هادی هستم، از خوزستان تماس میگیرم. خوزستان، بفرمایید. ببخشید. بله من تازگی موحد شدم. الله اکبر، الله اکبر. تشکر میکنم از برنامه خوب شما. سلامت باشید. خیلی ممنونم از برنامه خوب شما. آقا هادی بزرگوار، سبب این که این خرافات رو ترک کردید اگر بیان بفرمایید برای بینندگان ما. بفرمایید. من قبلا از این خرافات دست کشیده بودم، ولی کسی نبود به من راه درست نشون بده. خیلی مشکل داشتم. الله اکبر، الله اکبر. بعد از هر کی سوال میکنه به من میگه میخوای تو سنی بشی، میخوای وهابی بشی، و ترسیدم به کسی بگم مشکلی خاصی دارم. به خاطر همین بعد از 4 ماه برنامه خوب شما رو دیدم، دیگه به موحد من دیگه یقین پیدا کردم. الله اکبر، الله اکبر. آقا هادی بزرگوار، شما از برادران عرب اهواز هستید، درسته؟ درسته. چه پیامی دارید به زبان عربی برای همزبانان خودتون در اهواز؟ یا ایها الاخوه الاهوازیه، رجاءً اتوصلوا على دين الاسلام. الله. وادفعوا هذا الشرك والظلام من اهل الشيعة، واهدوا على صراط المستقيم. الله اکبر، الله اکبر. تشکر میکنم از شما آقا هادی بزرگوار. حرف دیگری برای گفتن دارید؟ در خدمت شما هستم. من فقط یک کلمه‌ای از شما دارم. بفرمایید. لطفاً اجازه ندید این آدما وقت برنامه خوب شما را بگیرن. بذار ما استفاده کنیم از برنامه شما. چشم، حتما انشالله، حتما انشالله. بهشون بگو اگر سوال خوبی مثبتی دارید بفرمایید، جواب بدید. اگر میخواید وقت برنامه ما رو بگیرید خواهشاً تماس نگیرید. درست. تشکر از شما. تشکر از شما برادر عزیز. دست شما در نکن. دوستتون داریم آقای انصاری. زنده باشید. بارک الله فیک برادر عزیز.